دور باشه گیلک. دیوالا موش داره، موشام گوش داره. چه کاره؟ دیوالا موش داره، موشام گوش داره. خب چه کار شده؟ ما چی گفتیم؟ خب یعنی میگم امیته. پیش بیا اگه دیگه پیش بیا. چی میگی الده بگو ما چی گفتیم؟ آنه میگی تاشون بتا که کم داره. ما از کی گفتیم؟ چی گفتیم که دیوالا موش داره میشه؟ گفتی دیگه. چی گفتین که گپ مف میزنی الا بیلا گپ میزنی؟ براره مالا تو گفتم. دیوال موش داره، موشام گوش داره. تو دامه که به پیش روم میگه با آشام جا که من نگفتم میگه. خب من میگم دیوالا موش داره. خو همی که تو به من میگی میگه. تو دیوالی. یعنی ما یک چیزی بگفتیم که تو خبر شدی. ما چی گفتیم؟ کی چی گفته؟ ما. شما چی گفتین؟ ما میگه شما چی گفتیم؟ ما تو میگی که چی گفتیم؟ تو میگی که شما ما چی گفتین؟ تو خدا می چیوا بده عمل بشونه تو عمل چوکا میکنم. نه بابا. من مثل که خودت شوخی دارم اینجا با تا هفته و مونده علاق. دیوالا موش داره میشا گوش داره. هر چه ما بگفتیم به هر کی بگفتیم به تو رفتی نداره. برو راه خوبه برو. برو. هر راهی که به هر گوری که میرفتی. ایرام بده. برو که به خدا می چوره میتوادشون شونات رو سیاه میکنم. بده. من میگم بس پیش بده که این تا که مفت نازم گیلگیونه برو. من میگم موشا گوش داره، دیوالا گوش لا داره. اله الا الله. دیوالا موش داره، موشا گوش داره. نه ما گپ بگفتیم نه میترسیم. گپ مفت الا بیلا نگو. تو الا بالا یا مگلی. خب مردی بیاسته که شوناتو نگر یک هفته مدت تو چارج میکنه یا نه؟ مردی چوار پرتم دیسه کمیام. برو دیونه برو که خودت گپ زدن تو غیر از اینکه کار دارم بندازی برو. چی بار پرته کو برو. با خدا میدونی گپ از کی بشنیدی از کجا بشنیدی؟ دیوالا موش داره، موشا گوش داره. دیوالا موش داره. دیونه بیو. بله دیونه. بیو. چی گفتی لالو؟ بله. چی گفتی برارمه؟ کی؟ چی گفتی مالی؟ اینا چیکار میکنه؟ لازم میچینیم کجا میبرین؟ روی میچینم. چی گفتی برارمه بیا. چی گفتی برارمه بگو. گابزی. چی گفتی مالی؟ پرته نمیاد. آنی گذشته. بگو. چی گفتی؟ ما گفتم دیوالا موش داره. موشا گوش داره. یعنی من چی گفتم برارمه که تو میگه پر میزنی؟ به کی گفتی؟ با مردم. هیچ چی به مردم نگفتم. پس تو چرا گپ پر میزنی؟ به شما گفتم. به کی گفتی؟ غیر از ما تو به من جا هستن دیگه کی نه؟ گوا. میگم به گوا گفتی یا به ما گفتی؟ هم گپ میزنه برو. نه خب میفهم. من میگم دیوالا موش داره، موشام گوش داره. میفهم که دیوالا موش داره، موشام گوش داره برارمه. یعنی من چی گفته؟ چی گپ دادم اینجا که خب یعنی من چی گفته که شما چی گفتین؟ گپ مفت میزنی اینجا. گپ مفت شما میزنی، شما میگه موش داره. نه گیلک من از تو رو برابرار میگفتم به خدا تو خور گنده کیده میتونم تاگوشو نزنم که یک از من خورشی شد دیوار. من میتونم تگ گوشت بزنم که یک از من. برو دیگه برو مسخره. چیش؟ من چی گفتم که تو گپ مفت میزنی؟ میگه دیوالا موش داره، ما چون موشام گوش داره. حواله میگی آدم کلونه. من چی گفتم اینجی؟ همین نمیگی موشا گوش داره، دیوالا موش داره. تو میگه پر میزنی، من کی میگه پر زدم؟ من تو نگفتم. برو تو که برو. دلیل ندی سرقه. برو تو خدا نمیتونم تاگوشو میزنم ولی. برو مسخره کردی خو. برو که میزنم تو گیلک خلیش. برو دیگه. برو. ایته میرم. سعی که بیام از دیوالا موش داره و من چون موشام گوش داره. کی باید گپی را کجا یاد گرفتی؟ تو به مردم تومت بسونی که گپ مفت میزنی. این پیار مر تو سایکو گوگل داد که به تو سکیل میخرم. این سایکو سکیل هم نخرید. گوسلا به دست بیایه. برو دیگه من هم کار نمیکنم، فقط میگه اینجا من مزدور مفتیم که بیام به سر زمینا کار کنم. جمعگار هم جور باشن گیله.
شکنی جان جره بخیر خوشحاله. خیلیت میشا گوش داره دیوالا موش داره میشا گوش چی؟ بشی تیاره با خونه خواهد تو بالا نلیم چه نیاردم چی؟ چی؟ چی میگفتی ماله؟ میگم دیوالا موش داره موشا گوش داره چرا این دیگه یک کشیشته این چیزی نه چه کاریه چرا این دیگه یک کشیشته تو از من چی شنیدی؟ از چیش هست چی میگم که تو ما تعلیم حمال ما از اینجا نمیامد و میگفتی سکل پیار ما چون بخریده خب ما خود پیار خود جنجال دارم خود تو خوب پیارتم اینجا خب پیار ما با خونه ما خود یه جنجال کردم گفتم برای ما سکل بخر با تو چی میای ما طلاق میپرونی؟ و نه تو میگی دیوالا موش داره موشا گوش داره. ما گفتم نه تو گفتی آه. خب چی میگی خب تو؟ پیارت به تو چی گفته پیار ما قرار بود سکل بخره با من خب حال نخریده گو اصلا با دست بیای میخرم نخری ما وقتم بیام آدم اینجا شیشته تو هم میای اینجا موشا گوش داره چی موشا گوش داره؟ دیوالا موش داره موشا گوش داره بفهمیدم یعنی چی؟ یعنی هیچی و چه پا میگی؟ ما دیوالا رو میگم تو دیوالی اینجا دیوال نیه این دیوالی نیه او درختایه خب والی چه کار گیله؟ بچی چه کاره به کی میگی گپا؟ از به چی شنید رفت؟ بابا هستی چی نشینه همه مردم لکه گفتم گیلک جو تا تو سرقی نکرد و مخی برو ما خود پیار خود جنجال کردن تو میای اینجا مطلق میپرونی این مطلقه آه وقتی قیافه خورگان که وقتی خوبه اینجا میای برای من اشتا گپا میزنه به خدا جمعظلمی هستی که تو از من زوری مشتا گندی دیری نه که گردن همه بند باشه هیچ چی نی به می محله کی با تو بالی کی زوری که جیر آه که جیر بدیدم برو وقتی قیافه خورگان که وقتی برو دیوالا بگه موش تو داره نبینو دیوالا موش داره موشا گوش داره او گپ زدی با تو نمیگم من به کی میگی؟ که دیواله به هر کی دیواله برو خورگان که بده بله دیگه تو نبینم به زیاده بابا تو اینجا به سرزمین خیلی بیشی به سرزمین خود ماره آه برو دیگر از یاد تیر نشی برو دیوالا موش داره موشا گوش داره تو بگیرم بسته زنم من باشه صبح علا کنیم خوشیم این شیلی هم خلاص شده نیه کی مایی خلاص شده بابا یک پیالی چای یک لقمه نونی میخوریم کمک موندگی ما کم میشه پیامه هم یک کش میاره و جمع میکنه و میبره دلبره با کسی من نشتری رو دکنده کجی او تیاره تیاره بی سرنوشت تیاره اشتنی تیاره تیاره تایرای معلوم میشه اشته تایرا کلونی داره خدا بکنه به تعدیشی بریم به کشورها خاری بریم به اروپا موشا دیوالا موش داره که جیر موشا گوش داره چی دیدی؟ دیوالا موش داره موشا گوش داره خب چه کاره؟ چی؟ چه کاره؟ یعنی میگن دیوالا موش داره موشا گوش داره خب من چی بگفتم تارتو؟ تارتوخ تونی خودی کله گنده خود خونی خود کله گنده خو تو مثل که غیرت مرداری نه من با تو چی بگفتم که توی تگه پا مفتی میگنی؟ بیارتی بیامو بابا چه کنی می تارتوخ چی میگی؟ بیارت مال مال بزر تشون آمد نگاه کن تشون آمد سی کن هیچ کار نشده گی لغا دروغ هیچ کار نشده ساکت که داره نماره هیچ کار نشده بابا بابا میگه دیواله موش داره موشا گوش داره من چی گفتم بابا که ایتا میگه خودی کلی گنده خود راست میگه دل لاد یاری بابا بگی کمک کنم ماما بگی بابا بسته دیگه دل ما به سرم دیونه رو دکنده مگو بله. با این چی میدی؟ کجا بابا به چه مطلق میگی؟ مطلق نگفتم ماما او دا من خیلی نرمه نور کرده من بودم دل ما داره به دل خود پیک میزدی عباس که طور بزنم باید با میدونم که به چه مطلق میگی؟ یعنی چی بابا که
این گپا میزنه. این میفهمی به گپ باید از کی یاد گرفته برو خیلی. که دیوالا موش داره موش هم گوش برو داره دم خیلی. از کی شنیدی گپه ها از کی شنیدی حالی ارستی بگم عرسی بگو دیشب نانم میگفت اگه زن برار ماما چی میته گندی ایت بد اخلاقی ایت خودش شو خود رفتار نمیکنه. انا باز بابامون گفت اما چون من دیوالا موش داره میشا گوش داره همیت بیده میشنوه دیونه این مطال عقدی ها بله با چرا می رویدان بزنین گفتیم مطلی نیه. خود تو از امرو رسیدی گپ رو بزنی شکر نزنو ها بس ما ملامت نیوم. برو لالا برو مرا کارگری نام برو برای کار خوب برو دیگه برو دم خیلیاتی شدی بده. این مطلیه آی مطال عقدی ما که یعنی میتنه گپ بگوش صاحب خو میرسه آخر هر جا که غیبت نکنی همه گپ بگوش صاحب خو میرسه همه میگن که دیوالا موش داره موش هم گوش داره یعنی مردم میشنوه گپ تو بابا ها بس دیگه. بابا جان یک پشت دیگه هم میشه اینو بکن بابا بیزار باشیم دیگه. هستم چند شیء شدی. این سه چرخ پنجمه. چه کار میکنه دیونه برو دیگه برو برای کار خورو دیگه ما کار ما بخصو من یک شیء کمری بسر آوری. بابا جو تو بخصو یک پشت دیگه بردارم بیارم نه سعی کنی. بیا نه پیش سعی کنی. پیش دلش. تو دیگه بخون نفهمیدی بیا بده یه تو بابا بیا یه کنی گناه داره خیلی تو دیگه ساده. نفهمیدی. یعنی چی؟ بیا برو یه برو دیگه بده. برو دیونه برو دیگه نستکک دیگه برو دیگه دیونه هم فرصت دیگه که ما چند خوبار کنی بابا برو دیگه بلای بعدیه این دیگه خب برو نستکه. دیوالا موش داره میشا گوش ای دیگه تو دیگه بخون نفهمیدی بابا یک کلوخی من فرق بزنی. نفهمیدی بده برو یا برو بگو بابا برو دیگه خود دیر کن. برو دیگه نستک